السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس لغة عربية هست. درس 25. در اینجا بعضی کلمه رو میگیم و جمله سازیشون بعد اونها شروع میکنیم. یکم ثلاجتون. ثلاجتون گفته یخماس یا اینکه خلدنیک. اون طرز نوشتنش همین خیلی میشه چه دیدیسین در اینجا. فرن کهربیون. فرن کهربیون. فرن کهربی چه خون میگم دیدیسین صورتش و طرز نوشتنش دخوبکا یا که دخوبکا و به تاجیک خمون چی میگن انشالله که در نزد شما معلوم هست واقعا نمیفهم به تاجیک چی میگفته باشن. یعنی که رفون تاقچه میگن. یعنی که همون پولکایی که در اونجا چیزی که مونده شود چی کتاب مونده شود چی اگر که طبق و بگن چیزا دیگه پیالا چی مونده شود اونها را رف میگن تاقچه. اکوابون جمع کوب است. یعنی که استکان ها یعنی که پیالایی که دسته دارن اونها را اکوابون میگن شه. اکوابون. حوض الغسیلی چگونه که شما دیدید طریقه نوشتنش رو و صورتش هم دیدید که اون همون چیز جایی که دست شسته میشود یا اینکه طبق ها شسته میشوند. القدر رو بگوی دیگ رو میگن. القدر دیگ رو میگن. قدر دیگ ها یعنی که القدر دیگ. عصارة الفواکه همون چیزی هست که همون اسبابی هست که اون میوه ها را مثلا که مانندی ساک یا که عصیر میکند اون را بگیم که میده میکند میوه را. فرامت اللحم گفته گوشت میده کنک میگن گوشت میده. سلة المهملات ظرف یا اینکه همون سطلی در همون مصور پرتفته میشود. سلة المحملات نام برده میشود. اینا چگونه که در اینجا نوشته شده است و همین خیلی تلفظ میشود. جمله سازی را شروع میکنیم به همین کلمه ها و دیگر کلمه ها در جای آوردن میگیم برای جمله ساختن و آشنا شدن با جمله سازی انشاءالله. المطبخ واسع وفيه اشیاء كثيرة. المطبخ واسع یعنی همون آشخانه کشاد هست. و فیه و در همون اشیاء کثیرتون چیزها. اشیاء افته شیء چیز میشید. اشیاء چیزها کثیرتون زیاد. اگه چی ها هستن هم مثلا در هم مطبخ چیزهایی بگیم همون آشخانه در کشاد است میگه در هم چیزهای زیاد هست. مثلا ثلاجتون و فرنون کهربیون و خزانتون و رفون. در همونجا در هم مطبخ یا آشخانه کشاد ثلاجه یخدان یا خلدنیک و فرن کهربیون چه گفتیم دخوبکا و خزانتون شکاف و رفون تاقچه. همین چیزها در همون مطبخ کشاد بوده است یعنی که آشخانه کشاده بوده است. دیگر کلمه رو استفاده کرده می شود. اون کلمه را هم طریقه چسباندنش اینا میگه ثلاجتون و فرن کهربین و خزانتون و رفون. وقتی حرف وقتی چسباندش رفته هم خیلی جمله ساختنش اوقاقینی نیست. وقتی فقط کلمه رو فهمیدن با کار است و توری دونستن در کار است خلاص. دیگه چسباندنش قطعی هم حرف وا میاری دیگر کلمه اینا با کلمه میاره که با چه خیلی میسازیم. و فی الخزانه عصاره الفواکه و فرامه اللحم. کلمه گذشتگی. و فی الخزانه در شکاف چی است؟ عصاره الفواکه. عصاره العصیر چی را میگن گفتیم که میوه را چی میکنند؟ میوه را برای میده کردن میوه را عصیر میکند ساک میکند. و فرامه اللحم و گوشت میده کنک. این کلمه رو گذاشته گذاریم. فقط اگر که یک کلمه رو در اول میاریم درست باید بیاریم بعد یو و میاریم هر کلمه که بخویم دیگه آوردن میگیریم. از با کلمه دیگر انشالله پیشکش میکنیم. تناول محمود 3 وجبات في اليوم. هي يتناول محمود 3 وجبات في اليوم. هي گفته میخورد محمود 3 وجبات 3 خوردنی هایی که وقتای معین دارد در روز. فی اليوم در روز. هي همین چی است؟ وجبت الافطار. یکی بگه همون خوردنیش که همون چیزی که تناولش میگه میخورد
افطارش میگن فی الصباح در سحرخوری. واجبت الغداء و همو خوردنیش که اینکه واجبه که میخرق واجبت الغداش میگن عند الظهر نزد پیشین ده یعنی که منتصف یا که میانی روز ده. واجبت العشاء و خوردنیش که واجبت العشاء میگن بیگاه خریش میگن فی المساء در بیگاه میشود. مساء شب میگن. اینها رو گذشتگی هستیم، اما عربا وجبت الافطار، وجبت الغدا، وجبت العشاء گفته اینها نوم دارن. همو چخیلی که خمون سحر خرگ میگیم، ابیتی خرگ میگیم یا که بگهی. شما میتونید که کلمه بسازید. دیگر کلمه‌ای که در آینده انشالله که میگذاریم و گذشتگی هستیم شما میتونید در کلمه ها در دفتر گرفته بنویسید. کلمه سازی رو انشالله خود به خود یاد میگیرید انشالله. به خاطر ما درس درازی بعد نمیکنیم. علت در چین است که درس درازی بعد باشه، کلمات زیاد باشد، شاید که بعضی برادرها اونا یاد کردنشون از خود کردنشون قین باشد. به همون خاطر ما کم میکنیم و برای تعلیم گرفتن لغت عربی همین انشالله کفایت است. در حال بگیم حال حاضر ده این کفایت است. اما در آینده انشاءالله الله راضی باشد شاید که درس ها نیم ساعت هم شوند، شاید کمتر بیشتر شوند انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.